در 17 شهریور 1348 در مشهد به دنیا آمد و خیلی زود آموختن علوم دینی را نزد پدر آغاز کرد. سید مجتبی خامنه‌ای نیز همچون پدر اولین معلمش را در خانه پیدا کرد. در خانه‌ای که البته تنورش به لطف حضور مادری پاک دامن و فداکار گرم بود. راه بی پایان دانش اما ستاره دنباله‌داری بود که او را در آغوش دانایی علمای بزرگی همچون آیت الله وحید خراسانی، آیت الله مجتبی تهرانی و آیت الله شبیری زنجانی با گستره علوم اسلامی متبرک کرد. نان حلالی که رزق دائم سفره خانواده‌اش بود، در سالهای جنگ پای سید مجتبی 17 ساله را در قامت یک بسیجی ساده به میدان نبرد مردان شریف ایران با دشمنان بعثی کشاند تا این یقین به جان دوستان برسد که فرزند رئیس جمهور وقت از تبار غیور مردان بیباک است. نورعلی شوشتری که فرمانده سید مجتبی در جنگ بود می گفت دلاورانه به خط میزد. در جنگی که آمده بود تا جان ایران را مجروح کند، با راست قامتان رشیدی که هرگز ردای مقاومت را ترک نکردند، سند پایمردی دلیران خطه پارس شد تا جمهوری اسلامی از اولین روزهای حیاتش در پاسداری از آب و خاک ایران استوار و ثابت قدم باشد. در روزگار پس از جنگ، مجتهد جوان که قریب 18 سال در آستان عالمان بزرگ زانوی طلبگی زده بود، در آغاز دهه 70 خود مسئله آموز 100 مدرس شد و از سال 1383 به مدت 20 سال پیاپی خارج فقه تدریس کرد و با استقبال روزافزون طلاب، سید مجتبی استاد یکی از پرجمعیت ترین کلاس های سطح عالی دروس حوزه شناخته شد. سید مجتبی خامنه‌ای که مسلط به زبانهای عربی و انگلیسی است، دوره‌های تخصصی علوم روانشناسی و روانکاوی را نیز گذرانده است. دومین فرزند رهبر شهید انقلاب بیمانند ایران، در تبعیت محض از شیوه زندگی پدر، ساده زیستی را سرمشق زندگی شخصی خود قرار داد. این فقیه اخلاق محور و مدرس علوم انسانی در کنار عمق کم نظیر در متن دین، در بسیاری از شاخه‌های فناوری‌های نوین، علوم نظامی، امور امنیتی، اصول سیاسی و اقتضاعات اجرایی کشور اشراف و آگاهی دارد. فساد ستیز است و افقهای نامکشوف تمدنی را سالهای متمادی کاویده است و احاطه کم نظیری در اجزاء مسیر پیشرفت کشور دارد. مسیر روشنی که به فرموده رهبر شهید انقلاب حالا به نزدیکی قله رسیده است و باید بی خستگی پیگیری شود. آقا مجتبی که همچون پدر تلاقی صلابت و ایستادگی در برابر دشمن از سوی و آغوش امن و مهربان برای مردم از سوی دیگر است و حالا به رغم اندوه بی پایان شهادت پدر، مادر و همسرش، چونان سرو بی خزان دیگری در میدان خدمت به مردم انقلاب اسلامی ایران قدم برمی دارد تا عصر خمینی با تلاش فرزندانش امتداد بیابد و امید در قلب مستضعفین ایران و جهان چون شمعی پرفروغ به درخشیدن ادامه دهد. انشاءالله.